تصور کن شیرینی‌های گرم و لذیذ، آبنبات‌های ترد، کیک‌های مخملی، بستنی توی قیف‌های وافل. دهنت هم افتاد نه؟ دلت دسر میخواد؟ چرا؟ توی مغزت چه اتفاقی میفته که غذاهای شیرین رو اینقدر سخت میشه جلوش وایسا؟ قند یه اصطلاح عمومیه که برای توصیف یه دسته از مولکول‌ها استفاده میشه به نام کربوهیدرات و تو نوع‌های مختلف غذاها و نوشیدنی‌ها پیدا میشه. فقط برچسب‌های محصولات شیرینی که می‌خری رو چک کن. گلوکوز، فرکتوز، ساکروز، مالتوز، لاکتوز، دستروز و نشاسته همه اشکالی از قند هستن. شربت ذرت با فرکتوز بالا، آب میوه، قند خالص و عسل هم همینطور. قند فقط توی آب نبات‌ها و دسرها نیستش که. به سس گوجه فرنگی، ماست، میوه خشک، آب‌های طعمدار یا گرانولا بارها اضافه میشه. چون قند همه جا هست. مهمه که بفهمیم چطور روی مغز اثر میذاره. وقتی قند به زبونت میرسه چه اتفاقی میفته؟ و با خوردن یک کم قند باعث میشه بیشتر هوسش کنی؟ یه لقمه از غلات صبحونه رو میخوری. قندایی که در اون گیرندای مزه شیرین رو فعال میکنه، بخشی از جوونهای چشایی روی زبون هستن. این گیرنده‌ها یه سیگنال به ساقه مغز میفرستن و از اونجا به منطقه مختلف از پیش مغز میره. یکی از این منطقه ها قشر مغزی هستش. بخش‌های مختلف قشر مغزی مزه‌های مختلف رو پردازش میکنن. تلخ، شور، اومامی و در مورد ما شیرین. از اینجا سیگنال سیستم پاداش مغز رو فعال میکنه. این سیستم پاداش یه سری از مسیرهای الکتریک و شیمیایی هستش که از چندین منطقه مختلف مغز عبور میکنه. این شبکه پیچیده هستش، اما به سوال ناخودآگاه جواب میده. به نظرت باید دوباره این کار رو بکنم؟ اون احساس گرم و مبهمی که وقتی کیک شکلاتی مادر بزرگ رو میچشی بهت دست میده، اون سیستم پاداش تو هستش که میگه آره باید انجامش بدم دوباره. و این فقط با غذا فعال نمیشه. اجتماعی شدن، رفتار جنسی و مواد مخدر فقط چند نمونه از چیزها و تجربیاتی هستن که سیستم پاداش رو فعال میکنن. اما فعال کردن بیش از حد این سیستم پاداش یه سری اتفاقات بعد شروع میکنن. از دست دادن کنترل، هوس و افزایش تحمل به قند. بیا به لقمه غلات صبحونه‌مون برگردیم. اون به معدت میرسه و در آخر به رودت میره. و حدس بزن چی شد؟ اینجا هم گیرنده قند وجود دارن. اونا جوونه‌های چشایی نیستن، اما سیگنال‌هایی ارسال میکنن. مغزت میگه که سیر شدی. یا که بدنت باید انسولین بیشتری تولید کنه تا با قند اضافی که میخوری کنار بیاد. واحد اصلی سیستم پاداش ما دوپامینه که یه ماده شیمیایی یا انتقال دهنده عصبی مهمه. گیرنده‌های دوپامین زیادی در پیش مغز وجود داره، اما به طور یک نواخت پخش نشدن. بعضی از منطقه‌ها شامل خوشه‌های گیرنده هستن و این نقاط داغ دوپامین بخش از سیستم پاداش ما هستن. موادی مثل الکل، نیکوتین یا هروئین دوپامین رو خیلی تحریک میکنن که باعث میشه بعضیا به طور مداوم به دنبال اون حالت باشن. به عبارت دیگه معتاد بشن. بعد هم باعث آزاد شدن دوپامین میشه، هرچند نه به شدت مواد مخدر. و قند بین غذاهایی که دوپامین رو تحریک میکنن خیلی کمه. مثلا بروکلی هیچ تأثیری نداره که احتمالا توضیح میده چرا خوردن سبزیجات برای بچه‌ها اینقدر سخته. حالا که صحبت از غذاهای سالم شد، فرض کن گرسنه‌ای و تصمیم میگیری یه وعده خوب بخوری. این کارو میکنی و سطح دوپامین در نقاط داغ سیستم پاداش زیاد میشه. اما اگه همون غذا رو چند روز پشت سر هم بخوری، سطح دوپامینت خیلی کمتر میره بالا و در آخر ثابت میشه. این به این دلیله که وقتی صحبت از غذا میشه، مغزت برای توجه ویژه به مزه‌های جدید یا متفاوت آماده است. چرا؟ دو تا دلیل داره. اول، برای تشخیص غذای فاسد شده. و دوم، چون هرچی تنوع بیشتری در رژیم غذاییمون داشته باشیم، احتمال بیشتری داره که تمام مواد مغذی مورد نیازمون رو به دست بیاریم. برای حفظ این تنوع باید بتونیم یه غذای جدید رو تشخیص بدیم. و مهمتر از همه، باید بخوایم که غذای جدید رو بخوریم. و به همین دلیله که سطح دوپامین وقتی یه غذا کسل کننده میشه، کم میشه. حالا برگردیم به اون وعده غذایی. چه اتفاقی میفته اگه به جای غذای خوب، غذای پر از قند بخوری؟ اگه به ندرت قند بخوری یا خیلی کم بخوری، اثر مشابه غذای متعادل هستش. اما اگه زیاد بخوری، جواب دوپامین ثابت نمیشه و برعکسه. یا اینطوری بهت بگم که خوردن زیاد قند
بازم احساس پاداش دهنده‌ای بهت در آینده میده. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه دوست داشتید لایک و سابسکرایب کن و نظرتون راجع به این موضوع بهم بگو.